با سنگدون میشه به راحتی یه همبرگر خونگی خوشمزه درست کرد. کافیه سنگدونا رو بشورین، قسمت‌های سفتش رو جدا کنید و بریزین داخل خردکن یا چرخ گوشت و حسابی چرخش کنید. سنگدون چرخ شده رو بریزین داخل یه ظرفی و بهش پیازی که رنده شده و آبش رو گرفتین، سیر، 100 گرم گوشت چرخ کرده، ادویه‌ها، نمک و پودر سوخاری رو اضافه کنید. مواد رو با همدیگه مخلوط کنید، با دست حسابی ورز بدین تا کاملا یه دست بشه. من واسه فرم دادن بهش از در ظرف ترشی استفاده کردم. شما به هر شکلی که دوست دارین میتونین بهش فرم بدین. بعد بذارین یخچال 1 ساعت بمونه و استراحت کنه. من گذاشتم تو فریزر بمونه که یخ بزنه. حالا تو روغن داغ اونو سرخ کنید. یه طرفش که سرخ شد برگردونین که طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. بعد داشته باشین همبرگرها رو نباید خیلی سرخ کنین که خشک میشه. بعد با هر چیزی که دوست داشتین میتونین نوش جانش کنین. من براش یه مقدار سیب زمینی سرخ کردم.